بیش از 83% از جمعیت 8.5 میلیونی این کشور از محل درآمد کارگران مهاجرین جمهوری در خارج و به ویژه در روسیه زندگی می‌گذرانند. در این گزارش تاکید شده است که این دسته از خانواده‌های تاجیکستانی به محض دریافت مبلغ‌های ارسالی بستگانشان در روسیه این منابع مالی را برای خرید احتیاجات زندگی از جمله مواد غذایی هزینه می‌کنند. کاهش درآمدهای ارسالی کارگران مهاجری تاجیک از روسیه در سال گذشته موجب سقوط ارزش سامانی، رکود بازارهای داخلی و تضعیف قابلیت خرید خانواده‌ها شده است. با گزارش بانک ملی تاجیکستان در سال 2015 درآمدهای ارسالی کارگران مهاجر این کشور از روسیه در قیاس با سال قبل از آن بیش از 33% کاهش یافته است. بر این اساس اگر این افراد در سال 2014 از روسیه به تاجیکستان بیش از 4 میلیارد دلار ارسال کرده باشند، این شاخص در سال 2015 به 2 میلیارد و 6 میلیون دلار رسیده است.